6 ماه پیش سازمان ملل به حکومت تاجیکستان مهلت داد که محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بدون قید و شرط آزاد نماید. در خلاصه گروه کاری سازمان ملل عاید به بازداشت‌های خودسرانه آمده است. وکیلان او را از تمام اتهامات آگاه نکردند و وکیلانش برای تحقیق پرونده فقط 2 هفته مهلت دادند. به محمد علی حیدوف اجازه ندادند که خودش شاهدان را به محاکمه دعوت کند. او را ضمن بازداشت و بازپرسی لطوکوب کردند. مطبوعات دولتی قبل از صدور حکم به گناهکار بودن او تاکید کرده است. او را به دادگاه بازاولانه آوردند. ماه اکتبر سال جاری 180 روز مهلتی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با آزاد کردن زید سیدوف به حکومت تاجیکستان داده بود سپری شد، ولی او هنوز در زندان است. در خلاصه کمیته از جمله چنین آمده است: حقوق زید سیدوف به آزادی گردهمایی و تأسیس حزب سیاسی، حق او به تفتیش بدون ممانعت و محاکمه عادلانه پرونده‌اش را زیر پا کرده است. هفته قبل هم پرونده بزرگمر یاروف به سازمان ملل رفت و به شبه گروه کاری به همان خلاصه خواهند آمد که در تحقیق پرونده محمد علی حید و زید سیدوف به آن رسیدند. کیت برد، مدیر فریدم ناو، یکی از سازمان حقوقی که پرونده بزرگمر یاروف را به گروه کاری سپردند، بر این نظر است که حبس او نقض حقوق اصلی او و نمونه خیلی اضطراب برانگیز به احترامی تاجیکستان به حکم قانون است. همزمان بر رسانه‌ای شدن رفته پرونده بزرگمر یاروف به سازمان ملل، اتحادیه اروپا هم روز 26 اکتبر طی بیانیه از حبس طولانی مخالفان سیاسی، تعقیب اعضای خانواده آنها و وکیلانی که از حقشان دفاع می‌کنند اظهار نگرانی کرده از حکومت تاجیکستان دعوت کردند که پرونده بزرگمر یاروف را بازنگری کنند. عین همین طلب را یک روز قبل امیلیا پوما، معاون یاور کاتب دولتی آمریکا، ضمن ملاقاتش با مقامات تاجیکستان کرده بود. رستم شاهمراد وزیر عدلیه گفته بود که زید سیدوف تنها در صورت شامل شدن به قانون عفو و یا بخشیده شدن از طرف پرزیدنت آزاد خواهد شد. اما تا حال مقامات در مورد محمد علی حید خاموشند. حکومت میخواهد این وضعیت را به نفع خود رقم زند. به همین خاطر برخی از زندانیان سیاسی را مجبور به اعتراف جنایتی نکرده پشیمانی و همزمان طلب بخشش از رئیس جمهور کردند. اما مشکل است باور کرد که شخصیت‌های مثل محمد علی حید، زید سید و بزرگمر یاروف که تمام زندگی خود را صرف خدمت صافدلانه به مردم و مبارزه علیه قانون شکنی و بی‌عدالت کردند، تن به این اعتراف جنایتی نکرده دهند و یا از رئیس جمهور که خود سببگار اساسی قانون شکنی هاست طلب بخشش کنند. حالا حکومت تاجیکستان تنها 2 راه دارد: یا با طلب سازمان ملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشر تن داده زندانیان سیاسی از جمله بزرگمر یاروف، زید سیدوف، محمد علی حید و دیگران را آزاد می‌کنند و یا منتظر اقدام‌های بعدی و عملی سازمان ملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشر نشسته خود و کشور را در انویزهای بین المللی بیشتر قرار خواهند داد.